ایلون خوبی؟ آره عمر ببینه اومدی اینجا منو بکشی؟ آره؟ بیا چاقو رو یه بار دیگه فرو کن تا کارت نیمه تموم نمونه. بیا دیگه فرش کن دختران رو ول کن. نکن این مردنی که ها؟ دوست پسرته؟ ها؟ سرکن باشو. بیا از اینجا بریم. بیا بریم. این کارتو تلافی میکنه. منو با چاقو میزنی؟ حسابتو میرسم. یعنی ایلول کجا رفته؟ نمیدونم، لابد رفته پیش مادرش. برای چی باید بره؟ با مادرش حتی حرفم نمیزنه. پس شاید رفته دیدن خواهرش. یعنی نمیشه؟ چرا ممکنه؟ به چی نگاه میکنی لک لک؟ حرف دهنسو بفهم. دافنه جون مواظب باش، دوستمون گاز میگیره. سوگل بازم تنت میخوره؟ به چی میخندی؟ سرکان چرا نیومده؟ مریض بود؟ آره مریضه. برو براش سوپ درست کن. راست میگی؟ عقلت کمه. از خونه با هم اومدیم بیرون، ولی خدا میدونه کجا داره چیکار میکنه. بین این دوتا چی هست؟ نمیدونم. اگه بدونی جای تعجب داره. جنگ یه دقیقه بیا. چی شده؟ گونه یا این دختر سوگل سر زنگ شنا کجا غیبشون زد؟ نمیتونم بگم، قول مردونه دادم. اینجوریه؟ پس منم بقیه اسرارتو به دختر رو میگم. بچه ها اینا یه شب رفتن پارک. خب دافنه داری چیکار میکنی؟ اگه بدونین با کیا بودن شاختن. خیلی خوب باشه، بسه الان میگم، ولی ببینین از من نشنیدین ها. این دختره وقتی گونه تو رختکن بود گیرش انداخت. تو رختکن پسرا؟ آره وقتی داشت لباس عوض میکرد. وای دختره رو ببین. به هر حال یه لگد زد توی نقطه حساسش و بعد لباسشو انداخت تو توالت و گذاشت و رفت. وای چقدر باحال. خیلی از کارش خوشم اومد. ولی بین خودمون بمونه. خب برو. ایلول خیلی خوب، آروم باش، به اندازه کافی دور شدیم. میمیره. اتفاقی نمیافته، نگران نباش، نمیمیره. خدای من چیکار کردم؟ اگه یه چیزیش بشه اونجا بمیره چی؟ نترس، چیزیش نمیشه، آروم باش. تو بگیر بشین، من همین الان به آمبولانس زنگ میزنم. صبر کن الان میام. الو، اینجا یه زخمی هست. تصادف شده؟ نه نشده، یعنی نمیدونم چی شده، نمیدونم کار کیه. آدرس بدید. یه لحظه. پارک جنگلی بیکوز. باشه. ایلول اون مرد کیه؟ ناپدری.
آی. از تو روز روشن سعی میکنی آدم بکشی ها؟ کارت تمام ایلول خانم. حالا که کاریا شروع کردی باید تمومش میکردی. خیلی درد میکنه. یکم. ایلول گریه نکن، من خوبم. چرا با چاقو زدیش؟ ناپدری تو میگم. نمیتونم بگم. تو رو میزد؟ ها؟ اون تو رو از خونه بیرون کرد؟ چی کار کرده؟ بهم بگو. به تو چه؟ به تو چه ربطی داره؟ من فقط میخوام بهت کمک کنم. کسی نمیتونه بهم کمک کنه، هیچ کس. اون عوضی بهم تجاوز میکرد. مادرم حرفمو باور نکرد و به اون عوضی اعتماد کرد. بعدم منو فرستاد پرورشگاه. خوبه؟ حالا که فهمیدی خیالت راحت شد؟ مرتی که عوضی. پیش پلیسم رفتی؟ چرا نمیفهمی؟ دارم میگم مادرم حرفمو باور نکرد. تازه تو چرا دنبال من اومدی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ وقتی دیدم نرفتی مدرسه تعقیبت کردم. یعنی تو هم دیوونه ای؟ نه ایلول، اینقدر داد و بیداد نکن. نگرانت شدم. دیشب میگفتی که میخوای یکی رو بکشی. آدم تنهای تو فیسبوک تو بودی؟ آره منم. یعنی گولم زدی؟ راستش میخواستم حقیقت رو بهت بگم. ایلول نه یا از اینجا برو. ایلول چه بخوای چه نخوای، تا وقتی سالم به خوابگاه نرسی دنبالت میام. سرکان دنبالم نیا. بهت گفتم کی بی خیال میشم. یه لحظه، میشه کارت بزنی؟ ولی من کارت ندارم. میشه پول بدم؟ نمیشه پسر، میشه بری پایین. من نمیتونم از این اتوبوس پیاده شم. نمیتونم پیاده بشم. دوستته؟